سلام برای بچه دوست داشتنی، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من امیر مکسم و امروز اومدیم با ویدیو جدید در خدمتتون باشیم. موضوع ویدیو هم اتفاقات اخیریه که افتاد توی کامیونیتی بلاد استرایک ایران و من اومدم کاملا بی‌طرفانه این اخبار رو خورده پوشش بدم و خلاصی که بزن بریم سراغ. به نظر من خب همه چیز از این ویدیویی که پابلیک شده بود شروع شد که الان بچه ها براتون ویدیو رو میذارم با هم ببینیم که این چه ویدیویی بود. چه از یه بازی اینقدر اسکی بری اپکس لجند و فکر کن لابی فری فایر گیم پلی اپکس مپ کال آف دیوتی وارزون اصلا حالا آلکاتراز فیک. آخ همون جور که دیدید یک یوتیوبر عزیز اومده تازه بلاد استرایک رو ریخته و اومده راجبش انتقاد میکنه که این انتقادا باعث میشه که یه سری از بلاد پلیرهای عزیز ایرانی از این رفتارش ناراحت بشن و خب یه خورده درگیری و دعوا و این داستانا پیش بیاد که بعدش یک پستی رو چنل بلاد استرایک ایران منتشر میکنه که اون پست از این قبل. خب امروز یه موضوعی پیش اومد در روی یکی از یوتیوبرهای عزیز که یک ویدیو از بلاد گذاشته بود. متأسفانه بعضیا خواسته یا ناخواسته جنجال درست میخواستن بکنن، ولی بیاین بیگدار به آب نزنیم و اینکه خود اون یوتیوبر هم بچه اومده داخل گپ اومده از همه عذرخواهی کرده. لینک ویدیو هم بچه ها گذاشته، میتونید برید داخل چنلش بردارید و خود اون یوتیوبر هم اومده عذرخواهی کرده ازشون و از هر کم ناراحت بوده عذرخواهی کرده و خب از اینجا شروع میشه که میگه آقا بیاین همدیگه رو هم یوتیوبرها و استریمرها رو حمایت کنیم و از این به بعد یک همکاری یک کامیونیتی بلاد استرایک ایران اتفاق بیفته که این اتفاق به نظر من واقعا اتفاق خیلی خوشایندیه، خیلی خوبیه، واقعا خوشحالم از این اتفاق و اگه این اتفاق بیفته بچه هم بازی شناخته میشه هم بازی بیشتر شناخته میشه، یعنی داری به هر کسی یا بلاد استرایک و طرف آقا میفهمه دیگه بلاد استرایک این بازیه داخلش این کارش و یک ویدیو هم بچه آقای رضای بیتر گذاشته داخل یوتیوب که میتونید بگید ویدیوشو ببینید که درباره همین همکاریه و خب الان عکسش هم واسه تون میذارم. این هم همون ویدیوه، میتونید برید از چنل خودشون ببینید و خلاصه اینکه انشالله کنار هم بمونیم، پیشرفت کنیم، به جای عالی برسیم، بلاد استرایک ایران کامیونیتیش رو بزرگتر بشه و پلیرهای بیشتری جذب این گیم بشن و خلاصه که بچه دیگه زیاد حرف زدم، امیدوارم که تا اینجا ویدیو رو لذت برده باشید. دیگه زیاد حرف نمیزنم، امید پیشرفت ادامه گیم پلی ببینید، لذت ببرید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم اصلا فراموشتون نشه. بعد با ویدیوی بعد خدا نگهدار. Mega kill! Enemy spotted! Taking fire! Enemies close by. Wicked sick! Enemy struck. Missile bombardment on its way. Enemy spotted! Wicked sick! Under fire. Enemies close by. The safe zone is shifting. Enemies close by. Enemies close by. Light them up. Taking fire. Enemy
Enemy hit. Defensive turret Wicked activated. sick! Enemy spotted. The safe zone is shifting. Enemy hit. Wicked sick! The safe zone has been Enemy redefined. spotted. اسمش کی بود اسمش؟ Enemy spotted. نه اون پلیر بک تو رو که من اصلا کار ندارم، من پلیر بک خودم رو دارم میزنم فعلا. داشت کاملا نقطه. Enemy hit. ایول این نوت Enemy spotted. Zone is shifting. ای بابا باشه کیل